با هم پیاز داغ عسلی درست کنیم برای مشتری عزیزم. روغن رو فراوون می‌ریزیم. پیازامونو به این حالت خیلی خلالی نه نگینی خوردش میکنیم. روغنمون داغ شد اضافه میکنیم. پیازامون اضافه کردیم. هیچ مواد آسیدنی به غیر از نمک پیاز داغ ما نداره. پیاز، نمک و روغن پیاز داغ ما. مدام هم میزنیم، دورگیری میکنیم که پیاز از دور ور نسوزه. حالا میره که پیازمون سرخ بشه. زمان پیاز داغ شعله گاز کم نکنه. پیاز من آب میندازه، یه حالتی شبیه آب پز میشه، شفته میشه. شعله گاز باید زیاد باشه. با شعله زیاد پیاز داغ باید آماده بشه. وقتی رنگ پیازمون شیشه‌ای شد، نمک رو بهش اضافه میکنیم. اینم نمکمون تمام شد. بره که پیازمون کامل سرخ میشه، رنگش طلایی میشه. اینم پیاز داغمون که آماده شد. بعد اینکه آماده شد می‌ریزیم داخل آبکش که روغن اضافهش گرفته بشه. این هم از پیاز داغ عسلیمون می‌ریزیم داخل آبکش که روغنش بره و بسته‌بندی بشه بره دست مشتری عزیزمون از مشهد. نوش جانتون.